جالب اینجا یک قصه ای رو خدمت شما از آن ارائه بدم. مالک ابن دینار یکی از فرماندهان و مأموران و سربازان خلفای بنی عباس بود. خودش حکایت خودش رو بازگو میکنه، میگه من خیلی آدم طغیانگر و فاسدی بودم، عیش و نوش و شراب و هر چی که بود همه انجام میدم، ظلم میکردم، ستم میکردم. میگه من عاشق دختری شدم و بعد از مدتی میگه به هر صورت به مرادم رسیدم و ازدواج کردم. نتیجه این ازدواج خدا میگه من دختری داد که من به این دخترم زیاد دلبسته بودم و این به من دلبسته بود. می در یکی از شبها در حالی که من مست شراب بودم وارد خونه شدم، دخترم به استقبال من آمد و اون دختر کوچک من که 4-5 سال بیشتر نداشت میگه به من گفت ای پدر از خدا بترس، اتق الله، از خدا بترس. میگه دخترم مریض بود. من میگه که به هر صورت خوابیدیم تا حالا شب بعدش یا روز بعدش، میگه هلوش ظهر عصر بود، دخترم از دنیا رفت، فوت کرد. شب بعدش خوابیدم، خواب دیدم که صحرای محشر قیامت برپا شده، یک اژدهای بزرگ منو داره تعقیب میکنه. میگه من هم فرار کردم، من هم فرار میکردم تا اینکه این اژدها منو رها نمیکرد، تا اینکه جلو رویم پرتگاهی دیدم، گویا آتش جهنم بود، جهنم جلو روم بود. دیگه مطمئن بودم که من دارم یا اژدها منو میخوره یا در آتش جهنم میفتم، راه دیگری جلو روم نبود. میگه در این حال که میدویدم یه پیرمردی در حالی که با عصا لرزان میلرزید با عصا اشاره کرد اون طرف برو. مسیر رو من نشون داد، من اون طرف دویدم، این اژدها من رها نکرد تا اینکه به جایی رسیدیم محدوده مزرعی باغ و بستان رسیدیم، دیدم کودکان کوچک اونجا، کودکان مشغول بازی هستن و در بین این کودکان دختر من وجود داشت که دختر من این صحنه رو که دید میگه دوید و آمد خودش رو وسط من و اون اژدها انداخت که این اژدها میگه پا به فرار گذاشت و رفت. بعد میگه به دخترم گفتم دخترم تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت بله من با کودکان بهشتی هستم. گفتم پس این اژدها چی بود؟ گفت این اژدها اعمال بد تو بود، روزه نگرفتی، نماز نخوندی، قرآن نخوندی، هر کار بدی بود انجام دادی، هر چه عمل فسق و فساد و فحشا بود انجام دادید، این گناهت مثل این اژدهای بزرگ داشت رو تعقیب میکرد. گفت خب اون پیرمردی ضعیف و ناتوان که توان ایستادن نداشت، رمقی نداشت، اون چی بود؟ گفت اون پیرمرد عمل صالح تو بود، چنان بی ارزش و پوچ بود که نزدیک بیفته. تنها کاری که عمل صالح از دستش ساخته بود این بود که به تو راه رو نشون بده و تنها چیزی که می به دردت خورد من دختر تو بودم که در این سن از دنیا رفتم و خداوند بر تو منت گذاشت به برکت این که من از دست دادی و این مانع از عذاب تو شد. بعد دخترم میگه گفتم که الان من چیکار کنم؟ دخترم این آیه رو برام خون، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای کسانی که بر خود زیاده روی کردید از رحمت الله مایوس نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، خداوند همه گناهان را میبخشه، خداوند غفور الرحیمه. میگه یک دفعه از خواب پریدم، قبل از اذان صبح بود، رفتم و غسل کردم، رفتم مسجد نماز خوندم. میگه جالب اینجاست که همون مسجد که نماز صبح خوندم دقیقاً امام مسجد همون آیه رو خوند که دخترم در خواب به من اون آیه رو خوند. توبه کردم و مالک ابن دینار همه میشناسیم، یکی از زهاد و افراد پارسای معروف در تاریخ اسلام است.